کمک خلق مهاجر میکنه و بلاگرایی که خدمت کردم در شبله سری خاورتون نمیکن یگان بلاگر یگان چی از خودش نمیکنم رفتم قطعی هوایی در وگان خواب رفتم مکه محمد از میستونی خنکی نه آب داشت نه علا نه ای بابا جان میترسه نه نه لنگری هم نویسته مکه محمد چی در کارکه میگه که بوی گو منید میگم او فوتبالکای تند بوی گو میکنه بروکت بوی گو میکنه نیمی همه مهاجری همه چه همه ما نقصد طرف های کوهستان انا چی بابا جان خودش فراموش کرد که خودش اگه جاهای خودش به خیل بده کازی به پلی مرده ها بیزنساش و از من چیدین دیگه بوی گو منی بوی گو کنه مهنت حلال منیم مقصد بوی خون نکنی главный نمروش داد در نمروش نویستم جواب نداده که و نگفت که یه برای پیش ما بوی گو میکنه ушкини лайку подписаться документ کی بود وای بلاگر اکای بابا جان 88 کیه امو اما سلام علیکم بردار خوش آمدید به کانال اسیم شریفов با شما هستم من автор کانال محمد شریفов روبریکای حیات مهاجر در برنامه ما امروز حضور دارد یک زن تاجیک یک زن مهاجری که در فدراسیون روسیه قرار دارد و با کمک هر یک ما و شما نیاز دارد و در این برنامه باشه ما میفهمیم که چی این زن مجبور کرد تا که پشت اکران بروه و همو بلاگری که یک نیازمند ویدیو میکنم همو بلاگر باید خودش از سومی همو رکلامهایش که همو ویدیو میگیره باید از سومی همو گرفتگیاش هم باید خیر کنه چون این طلبات بنویسین باید بگیرین من نمیره در کجد ویدیو تکرار میکنم که чтобы هم یک چیزی شوه که در بین همه مردم بچسبه بلاگرایی که از سومی رکلامهاشون در نیازمندا خیر کنن میدونین چی گپ میشوم خرامخورا اوجه کم میشوه این اوجه انانه این مود اوجه از بین میروه تکشتو بردارو گپ از یاد نمیکنیم برنامه را سر میکنیم و چون این سرپرستای برنامه ای که به ما امکانیت میده که ما در نیازمندا خیر کنیم این هست شرکت پرواز اویا بلیط های هواپیما با تمام جهان به نرخ خیلی هم دسترس همچنین گذشتن گرانیتسا توسط هواپیما و ماشین و شرکت شفا هیجاما مساج فیتابوچکا و داروهای گیاهی همچنین لوازمات های دینی کتاب قرآن و جاینماز و تسبیح و غیره ها رقم در بالای اکران شما سلام علیکم یک بار دیگه خوش اومدین به برنامه ما اولین سخنانتون زنگ زنین که شما را چی مجبور کرد تا که به این برنامه مراجعت کنین السلام علیکم مکه محمد شریفov هزار رحمت اکای جون که در مدت کوتاه جواب خدمت گرفته مقصد ما را قبول کردی به برنامه تو هزار رحمت اکای جان اکای محمد جان از شما خواهش دارم که ایفل رو منشونتی основной اساسا مشکلی شما در چیه با کدام خاطر با کدام مقصد چی پرابلم دارین شما اکای محمد جان قرضدار وزمین شدیم مقصد مزم گرفت دیگه نتونستیم برای چی قرضدار شدین شوهرم محبس غلطید خونه را در زلاق مونده مکه چی با زلاق موندین با کدام مقصد با مقصد که مبلغ بگیریم مقصد ویو صدمه کرد دادن ما باید لیچینی و دارو و کل میگرفتیم اما آدمای جبر دیده را تا وقتی که حیات بدن مقصد هم یه هفته نیم هفته که زنده موندن در اوجه رس خود شد یعنی که شوهر شما صدمه کردگی بود ها خونه را در یک زنک در زلاق موندم 120,000 سامان گرفتیم مکه جانو گفت که 120,000 میتیم 140,000 میگردونی ده همی قصراق میاری میتیم گفتم که مایلش همی شوهرم برای و همی مقصد همی مشکلی آسان شون مایلش کار مینیم میگردونه میتید خیلی با مینه دورگی یعنی که شما سوم گرفتین که او جبر دیده ها را مقصد کمک کنین تا که شوهرتون در نتیجه شوهر اوجه میبر آمده او هین زنده بوده که مقصد صدمه کردگی در برنیسه بودن به حد دارو و کلا در کار بود مبلغ که مقصد جونی همو آدم هم بخریم و مقصد همه پرابلم ها خوب شد که متاسفانه استاتیا سبکتر شد استاتیا سبکتر شد متاسفانه همه حرکت کردیم خیلی نصیب الله بوده و یا از بین گذشتن شوهرم مقصد در محبس خیلی جزاش میگیره به همه خاطر که جون نتونستم سومی زنک گردونده من خودم در مهاجرتم کار میدیم که نتونستم که سومی زنک بگردونم اکای محمد جون خونه $30,000 را بون زنک 120,000 سوم گرفت اوجه با مهاجرت مهنتی برای چی مقصد رفتین شما
کار کنم قضای مردم بکنم که خونه را مقصد بگردونیم بگیریم نشید نتونستم ازم گرفته خودم توقع ایس فرزندم ما سمرای منی مکای جون رئیس چند فرزند داری؟ 2 فرزند دارم مکای جون 2 دخترک. چند خینه؟ یتش صنفی 7 میشه و این سال یتش 2 ساله. شما چند قدر در مسکو در روسیه این؟ 2 سال شده که کودک قریب 3 ماه بود که کودک شیرخره موندم اومدم مکای جون. با کی نگاه میکنم کودک؟ در خشم و یکا مادر ما معیوبه مقصد ای سال 98 مادر معیوبه به اقبالی ما که مادرم نمیتونه نگاه کنه فرزندم در خونه خشم. با همراه کی شما مسکو رفتین؟ خودم که بلیت گرفتم و قصد کردم با بلیت گرفتم اومدم. جو پای کار همه تیار بود؟ نه یکان 2 جای کار تیار نبوده اما تا خودم خستم اومدم. توکل بخدو. ها توکل بخدو خستم اومدم در همه ایرپورت یه بلاگری که هسته همیجا هبایم وا خوردم که سلام علیک کردنی بدم قطیشه مقصد مشکلی را گفتم میگم که و یه وقت نداشتین خیلی گپ نزدن نمره تلفن شو دادن گپ نزدن بعد رفتم. کی بود وای بلاگر؟ اکای بابا جان 88 کیه امو چی خیلی شما در کجا باید دیدین؟ وقتی که در ایرپورت اومدم در ایرپورت دیدم شکل همونجا کسی را پروژت کرد و استریچت کرد در همونجا بود مقصد در ویدیو می دیدم همون در یوتیوب هم وقت دیدمش هم که خرسان شدیم که گفتم اکای بابا جان دیدم واسه ممکن که مقصد مشکلات ما بگم آسون میشوند یگان یاردم میکنه که متاسفانه اکا مقصد ما را قبول نکرد وقت نداشته نمروش داد در نمروش نویستم جواب نداد که و نگفت که برای پیش ما بوی گیگو میکنه گوش کنین لایک و подписаться دکمه اکی بوی گیگو وازی این دینی ویدیوهای نوشه او سال ما آمده مقصد او چنده خیلی گل نمیگفتم او چنده بچه خوب بود این ویدیوهایی که یازی مقصد ملت پس زده ساده یکا که بوی گیگو منی راستی بخشش بسیار رکه و این فکری خدمه مقصد من فکری خدمه میگم که به حد گپی مقصد سخت زده که همی گپ ما رو تحصیل کرده ما همه که مشکل داریم که خدمه همه که پرابلم همه غم مهاجری و غمای خدمه بس ما چی در کار میبروی ملت پس میزنی بوی گاو منی بوی گاو کنی مهنت حلال منیم مقصد بوی خون نکنی گلاونی چی در کار که میگه که بوی گاو منی میگم و فوتبالکای تند بوی گیگو میکنه بروکت بوی گیگو میکنه نیمی همه مهاجری همه چه همه ما نقصد طرف های کوهستان انا چی بابا جان خودش فراموش کرد که خودش اگه جاهای خودش بد خیل بده که آزی باید پلی مرده ها بیزنیس هاش وزمین چیدین دیگه همون رو میگم که گلاو اندی بوی گیگو کنی و بوی مرده و بوی خون نکنی شما بعد نمی ترسین حالی که همی گپ زده استین دمیجه همی اگر تماشا کرده باشین کانال ما هم کسی که میبره نامی همور اگونش میگیره میگن یا دمای سوخته محمد دیگرش کراشی یا که زنشه یا که فلانش هم خیلی گپای مقصد قبیح میگن نسبتی همین چی شما هم فارشف کورس هستین نیستین من شما رو گویی کنم در اینجا ممکن که درک نداشته باشین که ولی تهمتتون میکنن اکای محمد جان ما یک زنی مهاجری یک زنی جبر دیده گفتی گپای چی تنهایم ما ای الله میترسم نه ای بابا جان میترسم نه نو لنگری هم نویستم اکای محمد وقتی که نویستم لنگری هم که اکای لنگری بابای لنگری التماس من از زنی مهاجر به کمک شما نیاز دارم شوهرم در محبس دتا یتیم قرضی دارم اکا التماس اکا مقصد یاردم شما در کار یه ویدیو میکردی اکا که همه برادرای مسلمانی مهاجری دی تمام روی دنیا 100 روبلی هم اگر مقصد کمک میکردن ممکنه خیلی مقصد مشکلات ما حل میشیم که خونه دست نمیره فکای جان اکا همه من نصیب میبینیم اینه که من قبول نکردم آدم بله هر یک از یک سبب میشه من قبول نکردم اکای جان نویستم دمو افی در پرمای فیروش نویستم دوجه چند تا برادران نویستن که اپا کارتا تا بمون اپا گردن تا کج نک پیشی اکا کارتا تمون گریف من از بلاکی بد کرده ای پرمای فیر
چی به شما یگان دشنام کرده بودین که؟ نه یکای جون ما فقط نوشتیم که التماس اکای رنگاری من از زن مهاجر به کمک شما احتیاج دارم، التماس ضرورم، سمایلیکای چیش روی کردم با این تری مقصد گیریه بفهمه که مقصد زن با نوشتمش. ای تایم دیگه آدما می نویسن که بابای لنگری شعری نری ای هزار رحمت میگه قطعی به یاد جواب میته. تماما درج اس ام اس من نخوند. وقتی بچه‌ها نوشتن که برادرای مسلمان دوجا نوشتن که اپا کد کارت تا بمون برای چند بار من تکرار کردم میه نوشتم هر یه افیراش میدرام می نویسم که در تلفنم جواب نمیده. گفتم زویره که در افیرا مقصد وایکنه گریف زبلک مودیاتور زبلکی رو وان برمد او تلفن اکای جون سرفرانم میرم فهمیدم که دستم کار که دیگه نتونستم. بعد یک اکای دیگه در اینجا گفت که بیا بلاگ دیگه های مقصد یه زنک گفت آزی مراجعت کرد بیا در مو سایت هوای بدرویم قطعی هم اکای مقصد چی که گفتم 2 سال شیخفای مینوش دویده سادم کار ما بد نکردن که توکل به خدا خیلی خونه رم گرفتن دیگه امیدم ندارم. گفت چوا اون ادوکات به گردنت گرفت که مقصد مبلغ دست تیار باشه بیا خونه تا بر میگردونه میتیم و یه ماشینی که دیلش فرمید میدیم که مقصد با فند فریب گرفته همه حجتات هستن. گفتم ها وکا. گفت که بیا یه ویدیو بکنیم مگنه بیا می سایت اسم شریف بدرو مقصد گفت زن قطعیش این یه آدم خالص یک برادر مسلمونه که مقصد با راستی اینا رو من قرض دارم به همه خاطر گفت که مقصد هم شما را کمک کنه و هم مقصد منم قرض خدمت بگیریم که قرض اویلم و مقصد سومی خونه شو گرفتگی دادگی اینا رو هم قرض دارم. ما یگان آدم با میگم که محمد جون که اگر حاضر زپیس کرده شده باشی مقصد برای ویدیو با میگم که محمد که اولی ممکن که بعد همه ویدیو فکر کنن که یگان آدمی ساخته هن 100% از نامشون گرفتین 100% هم خیلی میگن تون اولی میگن که آدمی ساخته هن و اسم شریف خودش در گیردش زنکا را جمع مینه اکای محمد به نام اولا یکم باشی من قطعی خودت گم میزنم 1000 رحمت به پدرت که در مدت کوتاه مقصد مراجعت کردم جوابی من داده این مقصد علاقه برمد یکای جان در اوجا نوستن که اکا قریب 38-40 هزار اسمس های اپا اجداد کنه مقصد به نوبت ایشالا جواب میتیه. با من گفتم که به حد ضرورم اکا را برسونه که تا زن مهاجر قرضیداری وزمینم شوهرم در محبس های 2 فرزند یتیم بگیم در درای مردم خونه مای دستم گرفتن اینا قرض نتونستم گردوندم مادر معیوب دارم خدمت مزم نیسته مقصد مشکلیم به حد وزمینه اکای جون به حد زور اومده که مقصد یه زن تنهای مکای جون دیگه زورم نرسید به همون خاطر مجبور شدیم که ویدیو کنیم و مقصد مراجعت کنیم به شما. وقتی که اکای لنگری که اکای بابا جان وقتی که در ایرپورت دیدم او هین راستی سلامتی خودم خیلی خوب ترک بوده خونه را نگرفته بودن اکا او هین خونه در زلاک بود او هین خونه را نگرفته بودن قرضدار بودم نگرفته مقصد نگرفته بودنش هم خیلی بدیلی پر دیدمش گفتم که این اکا همه را مقصد یاردم مینه و دمو چی مقصد ویدیو میبینید این خداوند اکا طوری ورده کش زایره که یاردم کنن مقصد و کسی خودش یاردم نمینه که محمد جون با بله یگان بلاگر و مهاجر رو میکنن بلاگر سبب میشه مقصد و کسی خودش نمی مقصد خواهش داشتم که با مقصد دستگیری هوای ای برادرای مهاجر مسلمان تمام مهاجرای تمام برادرای مسلمانی روی دنیا که کدومش در خارجه های کدومش در فدراسیون روسیه های در تمام روی دنیا اگر 100 روبلی هم که سهم خچا میگذاشتن مقصد خیر صدقه میکنن خیلی میگن مقصد صدقه ردی بالا پروردگار بالا را ای خوندان ما و شما و ای برادرای مسلمان رو ای همه دور کنه دوان دنیا را تنجی رو میکنه که جون مقصد میفهمم حاضر وصیتی روسیه را هم خیلی قینه مهاجرا را هم به حد زور اومده که مقصد پشتی اکرام برمادم گفتی که پاچه قینه یعنی که اگر شما اون وقت مراجعت کردگی اگر
میکردین میتونستین که خونه را از دست ندین اگر ویدیو میکردین؟ اگر همو هینکه جون اگر ویدیو میکردم یا که مقصد مراجعت میکردم به پیشروی مقصد پیش میدرومد همی 3-4 آدم خیرخواهی گفتی گپا چی وی میکرد سهم خچو میگذاشتن صدقه و خیر میکرد بر وقت خونه را میگرفتم اکای جون ای قبا کسر نمیزدم اکا ای روز فهمیدم که خونه را مقصد گرفتک دیگه نمیتیم یا نمود کسر شدیم اکا دیگه تماما نخستم ای جون رفتم انا سپاریدم اکا راستی کسل چی نبود کسل گفتن؟ انالیزا را که محمد دهم کارپوس گفتم بگی بعد گفت که در جگر دبرکت چسنی آب خاله باید که اپیراتسا کنیم برای اپیراتساش که بعد یا دختری بابا سواد بود گفت که نه که مقصد تازه خیلی خود مشکلات اگه میزنی مقصد پدرش و یا در مخبس ایهازی اگر کارچه بزنی بر هم میخری بیا همی توکل به الله پاک چند که در نصیب روزی چیزی باشه بیا می چقه نشکی وقتی که کارچه میزنی اوج میگیره همی کسل بیا می دارو را بگیو مقصد نه که اپیراتسا با قرص کردم اکای محمد با ایبان قرص کردم با لیچینی کردم اکای محمد برای چی ممکن نیست و اپیراتسا کردن؟ وقتی که اکای محمد همی سرطان وقتی کارچه میزنی اکا میگه و همی قایدش همی خیلی بوده که اوج میگرفته هم کسل اگر اپیراتساش نمیکره مقصد کارچهش نمیزده با خیمی قطعی و همینو قطعی با خیلی خداوند که با چند که با نصیب روزی تا کشته باشه با میره اگر اپیراتسا کنی همون کسل اوج میگیره رنگی او میمونی میگه که سوزه را مقصد او میمونی که چی میشه به همون خاطر گفتن که نمیشه به حد خیلی میرم با فکر مکه خودت میدونی قیمت های در تاجیکستان هم در ایجارم با قرض کردم مکه ای بانک قرض کردم میده خدمالی چینی کردم وقتی که اومدم مکه مهاجرت اومدم در ایجارم اون پیشی اومدگیم دم وقتی سالی اولی که اومدم رفتم مکه در کوارتیر گفتم که بیا ما کار کنم یه هفته با پلی کوارتیر هم میتیم و هم 5000 بوده که کوارتیر همی یک کاره بود بگیم کوی کمیسته اکا میگن من اکا همی تاجیکای خودمو بودن که من راه ندادن گفتن که نه اول پلا میتی بعد میدرای بعد نداشتین که بتین اول ده؟ نه نداشتم 10,000 داشتم دادستم برسیم که ایرپورت هم کوارتیر را اومدم اما کوارتیر که ادریس دادن گفت که سوم نداشته باشی نمیشه گفتم یه هفته ما میرم پسوده میشم یا پار میشم هسته همونجا پدر بود که برای گم میزدم خطی زنکو میگفتن که هسته هم 5,000 من راه ندادم رفتم یه زنک یه اپای اوزبک یه زنک رفتم خطی هوایا در وگان خواه رفتم مکه محمد از میستونی خنکی نه آب داشت نه علا با پشاکام خواه رفتم مکه آبی نداشت که در جیتارت کنی نمازده بخونی یا که یه پیاله آب بخوری بگه و بگه شوی اوی دمو چی می اومد دمو بعد می پرتاید چینو داره که جون رها را می روان کوی تری ترکتر اکسکواتر ها دمو اکسکواتر که می اومد دی بگه و بگه همو شوی همو اپا بعد شوهری اوی اوزبک بودن بعد همو بقلچکا آب میورد منم بعد یه چای میکرد میدادم اونجا دته وگانک بر موندگی بود که این ایتری روزا را مکه محمد دیدم نکی برای بعد نرفتم مکه محمد پلی حلال کار کردم دیگه زورم نرسید زاده کسر مقصد سلامتی ما خوب نیست اینی زمان دا کجا کار میکنی؟ اینی زمان دمی فدرات سیرسی کار کرده زاده چه کاره؟ در یه جا پسوده میشتم مکه دیگه مثلا گریخ نتونستم از یک کمپیره که نگاه کرده زاده مکه محمد سومشم کمه اکای محمد 45,000 میتیم پلی پتن میتیم 3 ماه پس رگیستراسیون مینیم پلی بانک میسپارم ای اجازه کارون قرض دارم این قرضای مردم با فرزندو با مادر روی مینیم مادر ما معیوب
кӯдако дар делна, модар дар делна бо расходи худ вай 45000 вай намераса. نمیشه هر ماه 100,000 زاید قرض می‌نیم روی می‌نیم که این قرض می‌نیم اینجا قرض می‌نیم آخر نمیدونم چی میشه با فکرم خودم میرم در کنجیتر من میشینم دیگه نگاه نمینن که مثلا زنه کسره به زبی کارکای محمد کی خونه را ده پلی خوک با نمک گرفتن اگر قرض را از شد کنی خونه رو میشه بگیرسته بو یه روز همه تا گپ زدم قطعی یک ادوکات تلفن دادن که گپ زدن قطعیش که خیلی مشکلی و شیده خیلی گپ زدم با تاجیکستان با ادوکات